بهترین مکان برای سرمایه گذاری کجاست؟ اخیراً مجله فوربس طی مقاله‌ای اعلام کرده که قبرس شمالی بهترین و مقرون به صرفه ترین مکان برای سرمایه گذاریه که خریداران 47% نسبت به خرید ملک در آمریکا میتونن سرمایه خودشون رو ذخیره بکنن. از دیدگاه مجله فوربس این برتری در سرمایه گذاری 2 دلیل داره. یکی این که در گذشته با توجه به تنش‌هایی که بین قبرس شمالی و جنوبی بوده، توجه و گسترش بیشتر به سمت قبرس جنوبی بوده و الان با توجه به ساخت و سازها، ساخت هتل‌ها، کازینوها و غیره، چشم جهانیان به قبرس شمالیه، در حالی که قیمت‌ها هنوزم مغروم به صرفه است. و دلیل دومی که بیان شده اینه که چون معاملات در قبرس شمالی با پوند انجام میشن و پیش بینی میشه که در آینده ارزش پوند نسبت به دلار کاهش پیدا بکنه، این موضوع میتونه به نفع کسایی باشه که با دلار سرمایه گذاری میکنن. حالا به نظر شما این خبر میتونه چه تأثیری رو بازار ملک در قبرس شمالی داشته باشه؟